بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین. اما بعد، با سلسله دروس تفسیر قرآن کریم از کتاب الجامع لاحکام القرآن با شما هستیم. درسی گذشته درباره آن بود که قاری قرآن از چه چیزها غافل نباشد و حرمت نسبت به قاری قرآن حرمت به الله عزوجل هست. این موضوع را در درس گذشته گفتیم. بابی را که امروز میخونیم درباره عظمت و احترام قرآن کریم است. امام قرطبی رحمه الله میفرماید در کتاب نوادر الاصول الترمذی الحکیم ابو عبدالله گفته است که فمن حرمت القرآن الا یمسه الا طاهرا. از ادب و حرمت نسبت قرآن کریم این است که قرآن را تنها با طهارت بقبی. و این چنین از ادب و احترام این است که هنگام تلاوت قرآن شخص باید طاهر باشد، یعنی طهارت داشته باشد. و این چنین از ادب و احترام نسبت قرآن کریم این است که قبل از تلاوت نمودن قرآن کریم انسان دهانش را مسواک بزند و دهانش را تازه نگه دارد. اذ هو طریقه، چرا اینکه طریق تلاوت نمودن قرآن این دهان انسان است. انسان قرآن را با دهانش تلاوت میکند. برای همین از ادب و احترام این است که دهان را قبل از تلاوت نمودن قرآن کریم تازه بکنیم. و یزید ابن ابی مالک در این باره گفته است ان افواهکم طرق من طرق القرآن، دهانهای شما راه هست از راههای قرآن کریم. فطهروها و نظفوها ما استطعتم، پس این راه را تازه نگه دارید و طاهر بکنید تا چنده میتوانید. و این چنین از ادب و احترام نسبت قرآن کریم این است که هنگام تلاوت نمودن قرآن کریم انسان ششته تلاوت نماید، اگر اینکه غیر نمازده باشد. در نماز انسان راستا تلاوت قرآن را میکند، اما غیر از نماز از ادب و احترام این است که انسان نشسته تلاوت قرآن را کند. ولا یکون متکئا، این چنین هنگام نشسته تلاوت نمودن قرآن کریم بر چیز تکیه ننماید. و این چنین از ادب و احترام نسبت قرآن کریم ان یتلبس له کما یتلبس للدخول على الامیر لانه مناج. از ادب و احترام نسبت قرآن این است که برای تلاوت نمودن قرآن کریم انسان در تن لباس داشته باشد، لباسی که لایق تلاوت نمودن قرآن کریم است. همانند که انسان هنگام داخل شدن نزد امیر، نزد شخصی صاحب مکان می درآید با لباسهای خوب و بهترین لباسی که دارد، این چنین باید هنگام تلاوت نمودن قرآن کریم انسان لباسی مناسب داشته باشد، چرا اینکه اون به مناجات الله عزوجل می رود. تلاوت نمودن قرآن کریم این یکی از مناجات با خدای الله عزوجل است. و من حرمته ان یستقبل القبلة لقراءته، این چنین از ادب و حرمت نسبت قرآن کریم این است که هنگام تلاوت نمودن قرآن کریم انسان رو به قبله باشد. و من حرمته ان یتمضمض كلما تنخع، و این چنین از ادب و حرمت قرآن کریم این است که در هنگام تلاوت نمودن قرآن کریم شاید غجدی و یا جزیری از دهان انسان برآید. بعد از خود دور نمودن این غجدی و جزیری انسان را لازم است که دهانش را 3 بار با آب مزمزه نماید، چون که روایت آمده است از حضرت عبدالله ابن عباس که هر وقتا که حضرت عبدالله ابن عباس تلاوت قرآن میکردن در بر خود در جام یا کوزه آب میماندن که هنگامی که در چنین حالت گرفتار شدن 3 بار مزمزه نمایند. و من حرمته اذا تثاءب ان یمسک عن القراءة، این چون از ادب و حرمت قرآن کریم این است که هنگامی که حالت تثاؤب، یعنی حالتی که انسان را فرا میگیرد که نشان دهنده انسان را خوابش آمده است یا همون
اصطلاحی که نزد مردم در مشهور است دهنواجک. هنگامی که انسان دچار چنین حالت شود باید از قرائت نمودن قرآن در این حالت خود را باز دارد. لأنه إذا قرأ فهو مخاطب ربه ومناج والتثاؤب من الشیطان. چون که هنگام تلاوت نمودن قرآن انسان با خدای خود راز و نیاز میگوید، اما تثاؤب این یک عملی هست از شیطان است. امام مجاهد رحمه الله میفرماید اذا تثاءبت وانت تقرأ القرآن فامسك عن القرآن تعظیما حتى يذهب تثاؤبك. اگر رفت تو دوچاری حالتی تثاؤب شدی هنگام تلاوت نمودن قرآن کریم، پس از قرائت قرآن کریم در این حالت خودت را باز دار، چون که این تعظیم هست و احترام هست نسبت قرآن کریم. حتی یذهب تثاؤبک، تا همون دمی که همین حالت تثاؤب از تو دور شود. و قاله عکرمه، این چنین این سخن را عکرمه هم گفته است و این سخن ائمه بزرگان تفسیر قرآن کریم است. ومن حرمته أن يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيم. این چنین از ادب و حرمت نسبت قرآن کریم این است که قبل از شروع نمودن تلاوت قرآن کریم انسان به الله عزوجل پناه ببرد از شیطان رجیم، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را قبل از گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بیاورد، اگر چی اولی سوره باشد و یا چی از بین سوره ها، مگر سوره براءت یا همون توبه که در اون تنها اعوذ بالله را میارد و بسم الله الرحمن الرحیم را نمیارد. و این چنین از حرمت نسبت قرآن کریم این است که انسان هنگامی که قصد تلاوت سوره از قرآن کریم را میکند باید سوره را به اتمام برساند و به کار دیگری و چیز دیگری مشغول نشود تا اینکه سوره را به اتمام برساند، مگر در حالت ضرورت پیش بیاید. و من حرمته اذا اخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة. این چون از حرمت قرآن کریم این است که هنگامی که انسان شروع می نماید به قرائت نمودن قرآن کریم، پس قرائتش را هر لحظه به لحظه قطع نمی نماید برای جواب دادن به سوال یا سوال کردن شخصی یا سخن گفتن با شخصی، مگر در حالت ضرورت. مثلا پدر یا مادر تو هنگامی که از تو سوال میپرسند در مابین تلاوت قرآن کریم تو میتونی جواب آنها را بدهی، چون که تلاوت نمودن قرآن کریم از امور مستحب است، اما اطاعت نمودن پدر و مادر این از واجبات انسان است. ومن حرمته أن يخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام. این چنین از حرمت قرآن کریم این است که انسان هنگامی که قصد تلاوت قرآن را دارد باید جای را انتخاب نماید که در تنهایی باشد. چرا؟ اینکه حتی لا یقطع علیه احد بکلام، سبب نشود که شخص او را از تلاوت نمودن قرآن کریم باز دارد با کلام و با سخن، فیخلطه بجوابه، چون که اون در این حالت تلاوت قرآن کریم را با جواب دادن به اون شخص دیگر مخالطه و آمیخته میکند. و اگر این کار را که کرد، پس سلطانیتی که در هنگامی که استعاذه الله عزوجل را میکنی از بین می رود، چون که انسان قبل از اینکه شروع به قرائت قرآن کند به الله عزوجل پناه میبرد از شیطان رجیم، اما هنگام جواب دادن این سلطانیتی که از جانب الله عزوجل بر تو آمده است از بین می رود و راه شیطان برای وسوسه تو باز می شود. و من حرمته ان یقرأه على التؤدة و ترسیل و ترتیل. این چنین از حرمت قرآن کریم این است که انسان تلاوتش را و قرائتش را با آهستگی و با ترتیل باشد. و من حرمته ان یستعمل فیه ذهنه و فهمه حتى يعقل ما يخاطب به.
این چونین از حرمت قرآن کریم این است که انسان هنگام تلاوت و قرائت قرآن ذهنش را و فهمش را استفاده نماید تا اینکه بفهمد الله عزوجل او را چی خطاب دارد. و من حرمته ان یقف على آیة الوعد فیرغب الى الله تعالی. این چونین از حرمت قرآن کریم این است که هنگامی که انسان به آیتی که میگذرد در اون آیت وعده الله عزوجل است، به مانندی که الله عزوجل مؤمنان را وعده جنت دائمی داده است، پس در این آیت بایستد و از الله عزوجل این مکان را طلب کند. و این چنین در آیت هایی که الله عزوجل رحمت و مغفرت میکند مسلمانان و مؤمنان را، در این آیت ها بایستد و از الله عزوجل، از فضل الله عزوجل طلب کند که چنین مغفرت و رحمت را برای او هم نصیب بگرداند. و ان یقف علی آیة الوعید فیستجیر بالله منه. و این چنین در آیت هایی که خداوند عزوجل وعید کرده است بر کافران و مشرکین، در این آیت ها بایستد و از الله عزوجل پناه ببرد از این جایگاه ها، از این عاقبت ها. و من حرمته ان یقف علی امثاله فیمتثلها. این چونین از حرمت قرآن کریم این است که در مثال هایی که قرآن کریم زده است، در این مثال ها ایستاده هر یک این مثال ها را فکر نماید و تطبیق نماید. و من حرمته ان یلتمس غرائبه. این چونین از حرمت قرآن کریم این است که انسان الفاظی که در قرآن کریم غریب است، معنایش را نمیفهمد، جستجو نموده معنایش را بفهمد. و من حرمته ان یؤدی لكل حرف حقه من الاداء. و این چونین از حرمت قرآن کریم این است که انسان هنگام تلاوت نمودن قرآن کریم هر یک حرف را حقش را بدهد از تلفظ نمودن آن حرف، از مخرج حرف، یعنی هر یک حرف را از مخرج خودش تلفظ نماید. حتی یبرز الکلام باللفظ تماما. تا اینکه کلامی را که میبرارد با تمام و کمال الفاظ باشد. چرا اینکه فإن له بكل حرف 10 حسنات. چرا اینکه برای هر یک حرفی که او تلفظ میکند 10 ثواب و 10 حسنه نوشته میشود در نامه اعمال او. و من حرمته اذا انتهت قراءته ان يصدق ربه ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد على ذلك انه حق. و این چونین از ادب و حرمت قرآن کریم این است که هنگامی که انسان قرائت خود را تمام میکند تصدیق و حق بودن قول الله عزوجل را بگوید و شهادت بدهد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این قول الله عزوجل را به ما رسانده است و شهادت بدهد که این قول الله عزوجل حق است. فيقول صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من الشهداء الحق القائمين بالقسط ثم يدعو بدعوات. یعنی چگونه انسان این کار را بکند؟ بگوید که صدقت ربنا، ای بار خدایا تو راست گفتی، و بلغت رسلک، و پیامبران تو حقی که از جانب تو بود بر ما رسانیدند، و نحن على ذلك من الشاهدین، و ما بر هر آن چیزی که پیامبران تو به ما فرستاده است شاهد هستیم. ای بارا الها ما را از جمله شهدای بر حق بگردان، همیشه در راه عدل و راستی شاهد باشیم. ثم یدعو بدعوات، بعد از این دعا میتواند که دیگر دعاهای احتیاجات خود را بکند. و من حرمته اذا قرأه الا يلتقط الآية من كل سورة فیقرأها. این چونین از حرمت و ادب قرآن این است که هنگامی که انسان قصد تلاوت قرآن کریم را میکند هر آیت را از هر سوره گرفته نخواند. فإنه روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئا. چون که روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است که حضرت رسول الله بلال رضی الله عنه را دیدند که حضرت بلال از هر یک سوره کمی میخواند، از هر یک سوره یک آیت یا دو آیت گرفته میخواند. فامره ان يقرأ سوره كلها او كما قال عليه الصلاه والسلام.
حضرت رسول الله بلال را امر نمودند که سوره را کامل بخواند. و من حرمته اذا وضع المصحف الا يتركه منشورا. اینچنین از حرمت و ادب قرآن این است که هنگامی که انسان مصحف همین قرآن را در جای میخواهد بماند، قرآن را باز نماند، بپوشاندش. و الا یضع فوقه شیئا من الکتب. اینچنین قرآن را هنگامی که در ترتیب ماندنی در کتابخانه یا اینکه در جایی که ماندیم در بالای قرآن کتاب و یا چیزی دیگری نباشد، حتی یکون ابدا عالیا لسائر الکتب، تا اینکه قرآن کریم همیشه و ابدا بالاتر باشد از هر یک کتاب دیگری. و من حرمته ان یضعه فی حجره اذا قرأه او على شیء بین یدیه. اینچنین از حرمت و ادب قرآن این است که هنگام تلاوت نمودن قرآن را در آغوش خود گرفته قرائت نماید یا در لوح و یا چیز دیگری. ولا یضعه بالارض، فقط قرآن را در زمین نباید بماند. و من حرمته الا يمحو من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء. اینچنین از حرمت و ادب قرآن این است که هنگامی که انسان نوشته قرآن را میخواهد پاک نماید، پس اون را با آب دهان پاک نکند، ولکن با آب بشویدش. و من حرمته اذا غسله بالماء ان يتوقع النجاسات من المواضع والمواقع التي توطأ فإن لتلك الغسالة حرمة. اینچنین از حرمت قرآن این است که هنگامی که انسان خواست نوشتجات قرآن را پاک نماید با آب، این آب را در جای خالی نماید که جای نجاست و جای نباشد که مردم به اونجا رهگذر باشند، چون که این آب حرمت دارد. و کان من قبلنا من السلف منهم من یستشفی بغسالته. چون که اشخاص قبل از ما با این گونه آب طلب شفا دادن الله عزوجل را میکردند. و من حرمته الا یخلی یوما من ایامه من النظر فی المصحف مرة. اینچنین از حرمت قرآن این است که روز انسان نباید خالی از نگاه کردن قرآن باشد، حتی یک بار، یعنی کمی در کم یک بار باید قرآن را نگاه کند. و کان ابو موسی الاشعری یقول انی لاستحی الا انظر كل یوم فی عهد ربی مرة. و ابو موسی اشعری رضی الله عنه یکی از صحابگان میگوید من شرم میکنم اگر در عهدی که الله عزوجل با من کرده است روزانه یک بار نگاه نکنم. و من حرمتی ان یعطی عینیه حظهما منه. و اینچنین از حرمت و ادب قرآن این است که چشمان انسان باید حظ و نصیبش را از دیدن قرآن کریم بگیرد. فإن العین تؤدی الى النفس و بین النفس والصدر حجاب. چرا اینکه چشم بر نفس انسان تأثیر بسیار دارد. و بین النفس والصدر حجاب. و بین نفس انسان و سینه انسان یک حجاب هست، یک پوشش هست. والقرآن فی الصدر. و قرآن در سینه انسان هست. فاذا قرأه عن ظهر قلب فانما يسمع اذنه. و انسان هنگامی که تلاوت قرآن کریم را از قرآن نادیده تلاوت نماید، در این حالت تنها گوشهای او هست که بتواند این قرائت را بشنود و بر نفس انسان تأثیر برساند. فاذا نظر فی الخط. اما اگر هنگامی که در خط نوشتجات قرآن نگاه اندازد، كانت العین والاذن قد اشتركا فی الاداء. در این حالت هم چشم و هم گوش هر دو اینها مشترک شده در تأثیر رسانیدن نفس انسان مشترک خواهم بود. و روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که از ابی سعید الخدری رضی الله عنه گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اعطوا اعینکم حظها من العباده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که حق و نصیبه چشمانتان را از عبادت بدهید. قالوا یا رسول الله و ما حظها من العباده. پیامبر را پرسیدند حظ و نصیبه چشمان از عبادت چی است؟ قال النظر في المصحف والتفكر فيه. رسول الله فرمودند نگاه کردن در قرآن و فکر نمودن در آن چیزی که قرآن دا آمده است و این چنین عبرت گرفتن در هر یک عجایبی که در قرآن آمده است. و این چنین روایت دیگری آمده است از عبادة بن صامت رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل عبادة امتی قراءة القرآن نظرا.
بهترین عبادت امت من قرائت قرآن با نگاه کردن است. و من حرمته الا يتأوله عندما يعرض له شيء من امر الدنيا. از حرمت و ادب قرآن این است که تأویل امور دنیا را با آیات قرآن نکند. مثل قولك للرجل اذا جاءك جئت على قدر یا موسی. همانند قول انسان هنگامی که شخص نزد او بیاید بگوید که جئت على قدر یا موسی، یعنی آیات قرآن را تأویل میکند بر آمدن شخص. یا اینکه هنگام طعام را نزد اونها بیارند بگوید کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، یعنی آیات قرآن را در امور دنیا تأویل نسازد. و این چنین از حرمت قرآن کریم است که نگوید سوره بقره یا سوره نحل یا سوره نساء، ولکن بگوید که سوره التي ذکر فيها كذا، سوره که در آن ذکر نحل شده است یا ذکر بقره آمده است. اما بر این قول امام قرطبی رحمه الله معارض است، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثای آمده است که فرموده است الآیتان من آخر سورة البقره من قرأ بهما في لیلة کفتاه. امام قرطبی رحمه الله معارض است و مخالف این قول است، چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که آیتان دو آیتی که در آخر سوره بقره است، هر کسی که اون را شب قبل از خواب بخواند این برای او کفایت کننده است. در این دلیل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نام سوره را به بقره گرفته و نگفتند که سوره‌ای که در آن بقره ذکر شده است. و من حرمته الا یتلی منکوسا كفعل معلم الصبیان. این چنین از ادب و حرمت قرآنی است که تلاوت قرآن را برعکس نخواند، یعنی اول الحمدلله رب العالمین بعد الرحمن الرحیم است، اما انسان الرحمن الرحیم میگوید بعد الحمدلله رب العالمین میگوید. یا اینکه همون گونه که فعلی که معلم ها برای تعلیم دادن بقوت نمودن حفظ طلبه میکنند، این کار درست نیست و این کار از غیر ادب و حرمت قرآن است. یلتمس احدهم ان یری الحذق من نفسه والمهارة فان تلك مجانه. با خواندن برعکس آیات ها انسان میخواهد یک مهارت و یا استعداد خود را نشان بدهد، اما این یک کار دیوانگی است میگوید. و من حرمته الا یقعر فی قراءته كفعل هؤلاء الهمزیین المبتدعین. و این چنین از حرمت قرآن این است که تقعر در قرائت انسان نباشد. و معنای تقعر در لغت عربی برآوردن سخن از داخل حلق، یعنی قرآن را تلاوتش را با حلق نکند، به مانند فعل همزیان مبتدعا که عادتشان این بود که سخن را با گونه مشکل از دهان می برآوردند که برای دیگرها تلفظ کردن این سخن آسان نبود. فإن ذلك محدث، چون که این گونه تلاوت قرآن امر محدث است، یک کاری نو است. القاه الیهم الشیطان فقبلوه عنه. این کار را شیطان بر آنها نشان داد و آنها هم قبول نمودند. و من حرمته الا یقرأه بالحان الغناء كلحون اهل الفسق. این چنین از حرمت و ادب قرآنی است که تلاوت قرآن را با لحن و صدای همانند آوازخوانها نکند. کلحون اهل الفسق همانند صدا و لحن آوازخوانهایی که فاسقند. ولا بترجیع النصارى. و این چنین تلاوت قرآن کریم باید فرقیت داشته باشد از تلاوتی که نصارا در کنیسه های خود انجام میدهند. اهل نصارا در کنیسه ها یک صدای مخصوص و معین دارند، برای هنگام عبادت خود از اون استفاده میکنند. و قرائت قرآن کریم باید از قرائتی که در عبادت نصارا هست فرقیت داشته باشد. ولا نوح الرهبانیتی. و نه به مانند نالش هایی که رهبانیت نصارا دارد. رهبانیت همون پیش صفان و پیش قدمانی که اهل نصارا دارند. فإن ذلك كله زیغ وقد تقدم. چرا اینکه تمام اینها یک نمود از حق دور شدن است. و من حرمته ان یجلل تخطیطه اذا خطه. این چنین از حرمت و ادب قرآن این است که هنگامی که اگر انسان خواهد قرآن را بنویسد، پس تا توان خود خطش را زیبا کرده نویسد. در این باره روایت آمده است از ابی حکیمه که
میگوید انه کان یکتب المصاحف بالکوفه. ابی حکیمه کتابها و قرآن را در کوفه می نوشت. و فمر علی رضی الله عنه فنظر الى کتابته. حضرت علی رضی الله عنه از نزد این مرد می گذرد و در کتابت مصاحفی که این شخص می نوشت نگاه می اندازد. فقال له اجلو قلمک، قلمت را زیبا کن تا زیبا بنویسی. فاخذت القلم فقطعته من طرفه قطا. سپس قلمم را گرفتم و یک طرفش را شکسته و زیبا نمودم. ثم كتبت وعلي رضی الله عنه قائم ينظر الى کتابته. سپس شروع کردم به نوشتن قرآن کریم و حضرت علی رضی الله عنه در بالای سر من راستا و بر خطی که من می نوشتم نگاه می نمود. فقال هكذا نوره كما نوره الله عز وجل. این گونه زیبا کن خطت را هنگام نوشتن قرآن کریم، همان گونه ای که الله عز وجل قرآن را زیبا کرده است. و من حرمته الا یجهر بعض على بعض فی القراءة. از حرمت قرآن کریم این است که با یکدیگر بلندخوانی نکنند در قرائت قرآن. فیفسد علیه حتی یبغض الیه ما یسمع. چون که با بلند خواندن با همدیگر قرائت یکدیگر را خللدار میکنی و سبب می شود که قرائت بلندی تو بر نفری بری تو ایستاده پسند نآید و بد ببیند هر آن چیزی که تو از قرآن کریم تلاوت میکنی. و یکون کهیئة المغالبه. و این کار شما به مانند شکست دادن یکدیگر در قرائت با آواز بلند می شود. و من حرمته الا یماری ولا یجادل فیه فی القراءات. این چنین از حرمت قرآن کریم این است که انسان با قرائاتی که از قرآن کریم میداند غیر قرائت حفظ همانند قرائت ورش، قرائت قالون، با این قرائات ها ریاکاری و خودنمایی را در نزد مردم نکند. ولا یجادل فیه فی القراءات. و این چنین شخصی را که با این قرائت ها تلاوت قرآن نمود با اون در نیفتد و مجادله نکند. ولا یقول لصاحبه لیس هکذا هو. و این چنین به شخصی نگوید که قرائتی که تو داری میکنی از قرآن نیست و یا قرآن این گونه نیست. ولعله ان تكون تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن فيكون قد جحد كتاب الله. شاید رفت و این قرائتی که این شخص میکند قرائتی صحیح است و قرائتی جایز است که قرآن را این گونه قرائت کنی و هنگامی که انسان این کار میکند این گونه قرائت را، پس او با این کارش کلام الله عزوجل و قرآن را انکار نموده است. یعنی شخصی که درباره قرائت قرآن کریم علم ندارد پس حق و اجازه ندارد که دیگران را از دیگر نمود قرائت قرآن کریم باز دارد. و من حرمته الا یقرأ فی الاسواق. و این چنین از حرمت قرآنی است که قرائت قرآن را در بازارها نکند. ولا فی مواطن اللغط واللغو و مجمع السفهاء. و این چنین خود را از قرائت قرآن در مکانی که آوازهای بسیار است و این چنین مکانی که در اون سخنان بیهوده هست و مجمع السفهاء و مکانی که در اونجا تنها آدمان بد اخلاق جمع شده اند، از قرائت قرآن کریم در این جایها انسان باید خود را باز دارد. الا ترى ان الله تعالى ذكر عباده الرحمن واثنى عليهم بانهم اذا مروا باللغو مروا كراما. چون که در قرآن کریم هنگامی که الله عزوجل ذکر عباد الرحمن را کرده است در شأن و وصف اونها الله عزوجل فرموده است که هنگامی که از مکان گذریش میکنند که در اونجا لغو گپی بیهوده هست، گذریش این عباد الرحمن گذریشی بزرگوارانه است. یعنی این عباد الرحمن توجه بر بدگویی و سخنان پوچ و بیهوده آنها اهمیت نداده و بزرگوارانه از آنها گذر میکنند. هذا لمروره بنفسه فكيف إذا مر بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهراني أهل اللغو ومجمع السفهاء. این وصف الله عزوجل در شأن عباد الرحمن هنگامی بود که اینها به تنهایی و به تلاوت قرآن کریم از نزد این اهل اللغو می گذشتند و اگر با تلاوت نمودن قرآن کریم از نزد اینها گذشتی این کار شایسته و خوب نیست. و من حرمته الا يتوسد المصحف. این چنین از حرمت قرآن کریم این است که قرآن را بالشت خود قرار ندهد.
یعنی شخص هنگام تلاوت قرآن کریم شاید خسته می شود و سرش را در قرآن مانده خواب می کند، این کار دور از احترام و حرمت قرآن است. ولا یعتمد علیه، این چنین وزن خود را در قرآن پرتافته خیسته و یا تکیه کردن بر قرآن کریم دور از احترام و ادب قرآن است. ولا یرمی به الی صاحبه اذا اراد ان یناوله، و این چنین اگر خواست قرآن را به شخص بدهد قرآن را نمی پرتاید. و من حرمته الا یصغر المصحف، از حرمت و ادب قرآن این است که قرآن را کوچک نکند، چی به گفتن باشد و چی به نوشتن. روایت هست از حضرت علی رضی الله عنه که گفتند لا یصغر المصحف، قرآن را کوچک نمی کنند. و این چنین روایت از حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه آمده است که انه رأى مصحفا صغیرا فی ید رجل، حضرت عمر قرآن میده را در دست یک شخص دید. فقال من کتبه، پرسید که چی کسی این قرآن را نوشته است؟ قال انا، این شخص گفت من نوشتم. فضربه بالدرة، حضرت عمر این شخص را با قمچین یا با همون چیزی که ضربه می زدند این شخص را زد. و قال عظموا القرآن، حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند که عظمت و حرمت قرآن را بجا بیارید. و روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که حضرت رسول الله فرمودند انه نهی ان یقال مسیجد او مصیحف، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی نمودند که مسیجد یعنی مسجد کوچک بگویند یا اینکه مصیحف قرآن کوچک. و من حرمته الا یخلط فیه ما لیس منه، این چنین از حرمت قرآن این است که با قرآن آمیخته نسازد هر آن چیزی که از قرآن نیست. منظورشان در داخل قرآن کریم زیب و زینت خارجی از قرآن کریم است، در داخل قرآن آمیخته نباید کنیم. و من حرمته الا یحلی بالذهب ولا یکتب بالذهب، این چنین از حرمت قرآن کریم این است که قرآن را با طلا نباید پوشانید و این چنین با طلا نباید نوشت. فتخلط به زینت الدنیا، چرا اینکه زینت دنیا با قرآن کریم آمیخته می‌گردد. چون که روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که از ابی درداء رضی الله عنه فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم، اگر مسجدهایتان را با زیب و زینت دنیا آمیخته کردین و قرآنهایتان را با طلا پوشانیدند پس هلاک باد بر شما. الدبار به معنای هلاک است. حضرت عبدالله ابن عباس قرآن را دید که با نقره زیب و زینت داده شده بود. حضرت عبدالله ابن عباس گفتند تغرون به السارقه و زینته فی جوفه، با این زینتی که در قرآن داده اید دزدان را مغرور می سازید تا این قرآن را بدزدند. و زینته فی جوفه، زینت اساسی این قرآن در داخل قرآن است. و من حرمته الا یکتب علی الارض ولا علی حائط، از حرمت قرآن این است که در زمین قرآن را نباید نوشت. ولا علی حائط، و این چنین در دیوارم نیز نوشتن قرآن کار خوب نیست. کما یفعل بهذه المساجد المحدثه، همان کاری که امروزه در مسجدهای نوبنیاد میکنند، یعنی در دیوارهای مسجد آیات قرآن کریم می نویسند. در این باره حدیث آمده است که حضرت عمر بن عبدالعزیز به نزدیکان خود می گفت که مر رسول الله صلی الله علیه و سلم بکتاب فی ارض، رسول الله به زمین گذشتند که در آن کتاب در زمین افتاده بود. فقال لشاب من هذیل ما هذا، به یک جوان از قبیله هذیل که در آنجا بود پرسید این چی است؟ جوان در جواب گفت من کتاب الله کتبه یهودی، بعضی از کتاب الله است که یک یهودی نوشته است. فقال لعن الله من فعل هذا لا تضع کتاب الله الا موضعه، رسول الله گفتند لعنت خدا بر آن شخص بود که این کار را کرده است، کتاب الله را تنها در جا و در موضع خودش مانید. این چنین عمر بن عبدالعزیز فرزند خود را دید که کتاب الله را در دیوار می نویسد و فرزندش را زد و از این کار باز داشت. و من حرمته ان یفتتحه كلما ختمه حتی لا یکون کهیئة المهجور، این چنین از احترام قرآن این است که هر زمانی که انسان قرآن را ختم نمود باز دوباره از اول قرآن شروع کند
تا اینکه مانند ترک کردن قرآن نشود. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ختم يقرأ من أول القرآن قدر 5 آيات. چنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر زمانی که قرآن را ختم می‌کردند از اول قرآن به مقدار 5 آیات می‌خواندند تا اینکه به مانند ترک کردن قرآن نباشد. روایت از ابن عباس رضی الله عنه آمده است که مرد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و پرسید: یا رسول الله، ای العمل افضل؟ کدام کار بهتر است؟ قال علیک بالحال المرتحل. رسول الله فرمودند که حالت به مانند حال شخصی باشد که همیشه می رود. قال و ما حال المرتحل؟ این مرد از رسول الله پرسید حال شخصی که می رود چگونه است؟ قال صاحب القرآن يضرب من اوله حتى يبلغ آخره ثم يضرب في اوله كل ما حل ارتحل. رسول الله فرمودند صاحب قرآن یعنی قاری قرآن حالش همین گونه است که هر زمانی که از اول قرآن شروع میکند و تا به آخر قرآن که میرسد باز دوباره از اول قرآن شروع میکند. همین گونه هر زمانی که در آخر میرسد باز از اول شروع میکند. قلت و یستحب له اذا ختم القرآن ان یجمع اهله. امام قرطبی رحمه الله میفرماید از کار خوب است و از کار نیک است که اگر انسان قرآن را ختم کرد اهل خود را جمع نماید. و حضرت انس بن مالک رضی الله عنه كان اذا ختم القرآن جمع اهله و دعا. حضرت انس بن مالک هر زمانی که قرآن را ختم میکرد اهل خود را جمع میکرد و دعا میکردند. و امام مجاهد رحمه الله میفرماید که ان الرحمة تنزل عند ختم القرآن. رحمت الله هنگام ختم قرآن نازل می شود. پس بسیار وقت خوب است برای انسان دعا بکند و از الله عزوجل هر حاجات و احتیاجی که دارد طلب کند. و من حرمته الا تكتب التعاویذ منه ثم تدخل به في الخلاء. و این چنین از حرمت قرآن کریم این است که آیات هایی که برای رقیه شرعی یا اینکه آیات هایی که برای پناه بردن به الله عزوجل از جن و شیاطین و وسواس اونها هست، این آیات ها را ننویسد، چون که شاید سبب شود این آیات ها را گرفته با خود حمل کند و به حاجت خانه و یا به مکانی که قضای حاجت می کند برود و این کار دور از ادب و حرمت قرآن می شود. و من حرمته اذا كتبه و شربه سمى الله على كل نفس. و از حرمت قرآن کریم این است که اگر انسان قرآن را بنویسد و یا نوشتجات قرآن را بشوید و آبش را گرفته بنوشد، بسم الله گفتن را در هر یک نفسش میارد. و عظم النیت فیه. و نیت میکردگیش باید نیت بزرگ باشد، چون که الله عزوجل به قدر نیت میکرده اش میدهد. روی اللیث عن مجاهد قال لا بأس ان یکتب القرآن ثم یسقیه المریض. از امام مجاهد روایت شده است که فرمودند هیچ اشکالی ندارد اگر انسان قرآن را بنویسد سپس آب او را گرفته به مریض کسلی بدهد. و من حرمتی الا یقال سورة صغیره. و این چنین از حرمت قرآن کریم این است که نباید انسان بگوید سوره میده یا اینکه سوره کلان. اما امام قرطبی رحمه الله معارض این رأی است، چون که در اثر آمده است که صحابگان رضی الله عنهم اجمعین گفتند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی سوره کلام باشد یا چی سوره میده در نماز با مردم خوانده است. بعد از ذکر این همه عظمت و حرمت قرآن کریم، امام قرطبی رحمه الله این باب را در اینجا به اتمام میرساند و بابی را که میخواهد شروع نماید این هم درباره ترس دادن اشخاصی که جرأت میکند قرآن کریم را با نظرها تفسیر نمایند، یعنی قرآن کریم را تفسیرش را از قرآن و سنت نگرفته بلکه با نظرهای خود تفسیر می نمایند و این چنین درباره ذکر مرتبه های مفسرین شروع می کنند. و ما هم در اینجا حلقه را به اتمام می رسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.